دوستان سلام، عرض ادب. یه روش ساده برای صاف کردن دوش حلقه. ما اکثرا دیدیم این کار رو دوستان با اکسوز انجام میدن. شما یه دونه دو پیچ میگیرین، یه دونه هم اینور، یه دونه لوله سرش هم برای خود کمکه. اگر ابزار دیده باشین برای کمک رو زدم اینجا. اینو شما بگیر، یه من شلو صفر میکنم مشخص بشه. از چرخش بگیر، مشخصه دیگه. از این ساده تر دیگه ما نداریم. سر جاشه. حالا